من طیبه از تهران با شما هستم. طيبة معاكم من طهران. خليكم وياي. درس اليوم جدا مهم، واليوم راح تتعلمون الأعمال اليومية باللغة الفارسية. طبعا للأعمال اليومية يعني لازم نتعلم الأفعال: رفتن، خوردن، خوابیدن، بیدار شدن، نماز خوندن، مسواک زدن، دیدن، خریدن. هاي مصادر الأفعال اللي اليوم لازم نتعلم. قبل كل شيء لازم نعرف اللغة الفارسية. الأفعال يجي نهاية الجملة. خليكم وياي. الفعل الأول رفتن مصدر. تمام؟ المصادر في اللغة الفارسية نهايتها يأخذ نون. رفتن مصدر بمعنى الذهاب. تمام؟ من مدرسة رفتم. دققوا، من يعني أنا، مدرسة رفتم. شوفوا الفعل نهاية الجملة زين سطيبة، يعني إذا يصير الفعل النون المصدري يحذف طبعا. من أنا، مدرسة رفتم. من بمعنى أنا. في الدرس الماضي تعلمنا إذا ضمير بداية الكلام من يعني أنا، في نهاية الجملة يأخذ لاحق ميم، هذا ثابت. من مدرسة رفتم، من مدرسة رفتم، من دانشگاه رفتم، من دانشگاه رفتم. أنا رحت للجامعة. من بازار رفتم، من بازار رفتم. أوكي، هسه ضمير من تعلمنا من يأخذ لاحق ميم، الأفعال نهاية الجملة. خلاص، وهسه نريد نقول مع ضمير تو مدرسة رفتي، تو مدرسة رفتی، تو بازار رفتی، تو بازار رفتی، تو دانشگاه رفتی، تو دانشگاه رفتی. اوكي، اذا تعلمنا اذا ضمير تو اللاحق مالته للفعل ياخذ يا، يعني اذا ضمير تو في كل الافعال نهاية الجملة ونهاية الفعل ياخذ يا. من مدرسه رفتم، تو مدرسه رفتی. من دانشگاه رفتم، تو دانشگاه رفتی. وكيف نقول هو راح للمدرسة، هو راح للسوق. اون بمعنى هو. اون مدرسه رفت، اون دانشگاه رفت، اون بازار رفت. تمام؟ اون بمعنى هو. تعلمنا اليوم الأفعال نهاية الجملة. اون مدرسه رفت، اون بازار رفت، اون دانشگاه رفت. والآن شنو باقي؟ ضمير ما. كيف نقول احنا رحنا؟ ما بمعنى نحن. ما مدرسة، كيف نقول؟ الفعل شنو يأخذ مع الضمير ما؟ يأخذ إيم. ما مدرسة رفتيم، ما مدرسة رفتيم، ما دانشگاه رفتیم، ما دانشگاه رفتیم، ما بیمارستان رفتیم، ما بیمارستان رفتیم. كيف نقول أنتم ذهبتم إلى المدرسة؟ مع ضمير أنتم. بالفارسي بمعنى شما. شما بمعنى أنتم أو أنتن. شما مدرسة رفتين. شوفوا إذا ضمير شما يأخذ إين. شما مدرسة رفتين، شما دانشگاه رفتین، شما خونه رفتین، شما رستوران رفتین. اوكي، كيف نقول هم راحوا إلى المدرسة؟ هم أو هن بالفارسي اونا. اونا بمعنى هم أو هن. اونا مدرسة رفتن، فقط يأخذ لاحق. اونا مدرسة رفتن، اونا دانشگاه رفتن، اونا رستوران رفتن، اونا سر کار رفتن. اوكي، اذا تعلمنا 6 ضمائر المنفصلة في اللغة الفارسية: من، تو، اون، ما، شما، اونا،
يعني جماعة غائب. خلاص اوكي. وتعلمنا من يأخذ مين. من رفتم. تو يأخذ يا، تو رفتی. اون هو رفت، اون رفت، اون مدرسه رفت، اون مدرسه رفت يعني هو راح للمدرسه. هنا في مفرد الغائب ما يأخذ لاحق. اون مدرسه رفت، اون دانشگاه رفت، اون رستوران رفت. ما مدرسه رفتیم، شما مدرسه رفتین، اونا مدرسه رفتن. خلاص. الفعل الثاني خوردن. ايش معنى خوردن؟ خوردن مصدر يعني اكل. من شام خوردم. من شام خوردم. شام به معنی عشاء. من سوپ خوردم. من قهوه خوردم. فعل خوردن شباب مصدر خوردن هم بمعنى شرب هم بمعنى أكل في الفارسية العامية، وإحنا جاي نتعلم الفارسية عامية. من شاي خوردم. من سوپ خوردم. من کباب خوردم. تو آب خوردی. تو آب خوردی. تو چای خوردی. تو کباب خوردی. تو ماکارونی خوردی. اون کباب خورد. اون چای خورد. شوفوا شباب في اللغة الفارسية يعني تصريف الأفعال مو مثل العربي. نحن نصرف كل الأفعال حسب المفرد. يعني أول شيء 3 حالات للمفرد: مفرد متكلم، مفرد مخاطب، مفرد غائب. وبعدين 3 حالات لتصريف الجمع. ما کباب خوردیم. شما کباب خوردین. شما چای خوردین. شما قهوه خوردین. اونا کباب خوردن. اونا چای خوردن. اونا آب خوردن. الفعل التالي خوابیدن. خوابیدن. ايش معنى خوابیدن؟ خوابیدن مصدر بمعنى النوم. من خوابیدم. من يأخذ مين. تعلمنا الأفعال نهاية الجملة ومن يأخذ مين. من خوابیدم. تو خوابیدی. أحسنت. تو يأخذ إي. تو خوابیدی. اون يعني هو. اون خوابید. هو نام. ما خوابیدیم. نحن نمنا. شما خوابیدین. انتم نمتم. شما خوابیدین. اونا بمعنى هم أو هن. خوابیدن. إذا ضمير جمع غائب اونا يأخذ فقط حرف النون. اونا خوابیدن. اونا خوابیدن. اونا خوابیدن. شوفوا استخدام فعل خوابیدن بالجملة. من ساعت 10 شب خوابیدم. من ساعت 10 شب خوابیدم. من دیر خوابیدم. من دیر خوابیدم. من زود خوابیدم. من زود خوابیدم. تو دیر خوابیدی. تو ساعت 9 خوابیدی. والآن فعل بیدار شدن. بیدار شدن به معنی استيقاظ من النوم. من بیدار شدم. احسنت. تو بیدار شدی. انت استيقظت. اون بیدار شد. احسن. هو استيقظ او هي. اون بیدار شد. شد بدون لاحق. ما يعني نحن بیدار شدیم. ما بیدار شدیم. نحن استيقظنا. ما بیدار شدیم. تعلمنا ما يأخذ إيم. شما بیدار شدین. ضمیر شما یأخذ این. شما بیدار شدین. شما بیدار شدین. اونا هم بیدار شدن. اونا بیدار شدن. من دیر بیدار شدم. تو دیر بیدار شدی. اون دیر بیدار شد. ما دیر بیدار شدیم. شما دیر بیدار شدین. اونا دیر بیدار شدن. دیر به معنی متأخر. من زود بیدار شدم. زود يعني من وقت، يعني في وقت مبكر. من زود بیدار شدم. دیدن. فعل دیدن فعل جدا جدا مهم. شنو معنى دیدن؟ دیدن يعني مشاهدة. من فيلم دیدم. أنا شاهدت الفيلم أو أنا شفت الفيلم. ما فيلم دیدم. تو
فيلم ديدي. أحسنت. اون فيلم ديد. نعم. ما فيلم ديدين. نحن شفنا الفيلم. شما فيلم ديدين. انتم شفتون فيلم. اونا فيلم ديدان. هم شافوا الفيلم. شوفوا إذا تعلمنا الأفعال دائما نهاية الجملة. من دیدم، تو دیدی، اون دید، ما دیدیم، دیدیم، دیدن. مسواک زدن. مسواك زدن. ممكن تسألون طيبة ليش هذا الفعل مسواك زدن به جزئين؟ شوفوا كثير من الأفعال في اللغة الفارسية يكون بشكل مركب، يعني دائما مع جزئين. مسواك بمعنى فرشاة الأسنان، زدن بوحدها بمعنى ضرب. زدن بمعنى ضرب، لكن مسواك زدن معا بمعنى تنظيف الأسنان. من مسواك زدم، تو مسواك زدی، اون مسواک زد، ما مسواک زدیم، شما مسواک زدیم، اونا مسواك زدن. هاي تصريف فعل مسواك زدن بالماضي. دقيقة، احنا اليوم جاي نتعلم تصريف الفعل الماضي. تمام، احنا بعدنا ما دخلنا في المضارع اليوم، فقط نتعلم تصريف الفعل الماضي. والآن تصريف فعل نماز خوندن. نماز خوندن بمعنى صلى يصلي. كلمة النماز بوحدها بمعنى صلاة. من ساعت 5 صبح نماز خوندم. تو ساعت 5 صبح نماز خوندی. اون ساعت 5 صبح نماز خوند. ما ساعت 5 صبح نماز خوندیم. شما ساعت 5 صبح نماز خوندین. اونا ساعت 5 صبح نماز خوندن. او مثلا نقول من تو خونه. تو خونه يعني في البيت. احنا تو يعني في. من تو خونه نماز خوندم. من تو مسجد نماز خوندم. والآن نتعلم تصريف مصدر خريدن. خريدن بمعنى شراء. اوكي، كيف نصرفه؟ شوفوا، من خريدم. من خريدم يعني أنا اشتريت. من مداد خریدم. من دفتر خریدم. من کفش خریدم. من گل خریدم. من گربه خریدم. من چای خریدم. خریدم يعني اشتريته. دققوا، خریدم يختلف عن خوردم. شوية شكلهم قريب. خوردم اكلت، لكن خریدم اشتريت. من خریدم، تو خریدی. تو کفش خریدی. تو لباس خریدی. تو گل خریدی. اون کفش خرید. اون لباس خرید. اون گل خرید. اون طلا خرید. طلا به معنی ذهب. اون طلا خرید. ما گل خریدیم. ما گل خریدیم. ما طلا خریدیم. ما لباس خریدیم. ما یأخذیم خریدیم. شما انتم، شما طلا خریدین. شما کفش خریدین. شما خونه خریدین. انتم اشتريتون بيت. اونا خونه خریدن. اونا ماشین خریدن. ماشین به معنی سیاره. اونا ماشین خریدن. الآن دور مصدر برگشتن. برگشتن به معنی الرجعة، العودة. برگشتن. اوكي، كيف نصرفه؟ اول شيء مع ضمير من. كيف اقول انا رجعت؟ من برگشتم. من برگشتم. تو برگشتی. اون برگشت. اون برگشت. ما برگشتیم. ما برگشتیم. شما برگشتین. اونا برگشتن. من خونه برگشتم، یعنی آنی رجعت الى البيت. تو خونه برگشتی. من ساعت 4 عصر خونه برگشتم. والفعل الأخير فعل شستن. شستن بمعنى غسل. من شستم. أنا غسلت. أنا غسلته. من صورت يعني وجه. من صورتمو شستم. أنا غسلت وجهي. من جورابمو شستم. من دستمو شستم.
شستم. تو شستی. تو شستی. اون شست. هو غسل. ما شستیم. نحن غسلنا. ما جوراب شستیم. ما ماشین شستیم. ما لباس شستیم. شما لباس شستین. شما لباس شستین. شما ظرف شستین. اونا ظرف شستن. من ظرف شستم. تو ظرف شستی. اون ظرف شست. ما ظرف شستیم. شما ظرف شستين. اونا ظرف شستن. اليوم تعلمنا 10 أفعال رئيسية في الأعمال اليومية. والآن معا نقرأ هاي فقرة القصيرة. من ساعت 9 شب شام خوردم. بعد مسواک زدم. ساعت 11 شب خوابیدم. ساعت 5 صبح بیدار شدم. بعد نماز خوندم. بعد صبحونه خوردم. سر کار رفتم. صبحونه خوردم. بعد سر کار رفتم. ساعت 4 عصر خونه برگشتم و تلفزيون ديدام شاهدت التلفاز. كما شفتم كل الأفعال في اللغة الفارسية نهاية الجملة. تمام. وترجم مرة أخرى. من ساعت 9 شب شام خوردم. أنا الساعة 9 بالليل أكلت العشاء. بعد مسواك زدم. بعدين فرشت الأسنان أو نظفت الأسنان. ساعت 11 شب خوابیدم. ساعت 11 نمت. ساعت 5 صبح بیدار شدم. ساعت 5 الصبح استيقظت من النوم. نماز خوندم. صليتو. بعد صبحونه خوردم. وبعدين أكلت الفطور. سر کار رفتم. سر کار یعنی دوام. سر کار به معنی دوام. سر کار رفتم. رحت للدوام. ساعت 4 خونه برگشتم. 4 عصر یعنی ساعت 4 بالعصر رجعت إلى البيت. تلفزيون ديدام وشاهدت التلفاز أو شفت التلفاز. والآن وصلنا إلى القسم الأخير بالحلقة اليوم. تعلم المفردات. نهار. شام. صبحونه. بازار. دانشگاه. باشگاه. آرایشگاه. بیمارستان. کتابخونه. کارخونه. دیر. زود. مغازه. مسواک. تلویزیون. کفش. طلا. کوه. رستوران. گلدان. إن شاء الله درس اليوم مفيد لكم. خداحافظ.